واگذارش کنید به خدا. همه اون آدمایی که اومدن تو زندگیتون فقط واسه خراب کردن، نه واسه ساختن. همونایی که نقش مرهم رو بازی کردن ولی تهش شدن زخمهای پنهان روی قلبتون. اونایی که از اعتمادتون نردبون ساختن واسه خودشون ولی وقتی رسیدن اون بالا همون نردبون انداختن رو سرتون. واگذارشون کنید به خدایی که سکوت نمیکنه وقتی دل یک بیگناه میشکنه، به خدایی که جواب قطره قطره اشک تو رو با عدل خودش میده. شکایت نکن، گلایه نکن، غر نزن، خسته نکن خودتو، فقط آروم باش و نگاه کن. ببین چطور دست روزگار آدما رو سر جاشون میذاره. کار خدا حساب داره، چوب خدا صدا نداره، عجله نداره، داد قال نداره. فقط وقتش که برسه دنیا یه جوری میچرخه که دل شکستت بلند بلند بخنده و همه اون چیزی که از دست دادی رو خدا بهت برمیگرد. تو پیجم نکته هایی رو بهت آموزش میدم که مدت هاست فکر و ذهنت یا زندگی بهشون گیر کرده. بقیه پستام هم اگه دوست داشتی ببین. خیلی عشقیت. دمتون